برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام تماشابینان محترم ما. در برنامه تحلیلی دیدگاه شوکت محمد با شما هستم. در برنامه امروزه از قصه گپ میزنیم که طول 28 سال از زبان رئیس جمهور امام علی الرحمن میشنویم. تماشابینان گرامی، میخواهم امروز پیش از آغاز برنامه برایتان یک قصه را نقل کنم. دانشجوی دوخانه در فکولته بیولوژی تحصیل میکرد که نه حوصله و نه قدرتی حفظ درس ها را داشت، ولی حتی ناموفق ترین و کم سوادترین نفران هم موضوعی دوست داشته دارند که آن را با هوس و بدون مشکل حفظ میکنند. برای این لازم نیست که تشویق یا مجبور شوند. آن دانشجو نیز از تمام موضوعهای درسی فنی فراگیری بیولوژی یکی را سخت پسندیده و حرف به حرف حفظ کرده بود. این موضوع کیک. همه چیز درباره کیک را این دانشجو میدانست و همیشه آن را با هیجان و احساسات تمام قصه میکرد. شاید پدرش چوپان بود و از خردی همیشه با کیک و شبوش کار گرفته بود. کی میداند؟ همچنین این دانشجو با وجود دوخان و درس گریز بودن کارچلان و ذکی بود و از هر مشکلی به آسانی بیرون می آمد. از مشکل حفظ درس هم هرگاه به امتحان می رفت، هر سؤالی که پیش می آمد به سمت کیک می برد و همان موضوع کیکش را حرف به حرف نریزانده و نچکانده بیان می کرد. مثلا اگر سوال درباره گاو باشد می گفت گاوها اگر درست نگاه بین نشوند کیک پیدا می کنند. کیک ها باشند به دو گروهی بزرگ و 16 زیر گروه تقسیم می شوند و همین طور می رفت به سمت کیک. حتی اگر سوال درباره ماهی هم باشد آن را به سمت کیک می کشند. گوسفند تقریبا یک 40 کیلو گوشت میکنه. گوسفند چند کیلو؟ 40 کیلو 50 کیلو ممکن. گوسفندهای ساری گاناگا 110 کیلو هم میکنن. تشکر معلم، تشکر. گوسفند معمول خم میکنه، خلاف نیست میشه. گوسفند میکنه. بعد کم کم روان داره. در ترکیب گوسفند پشم بسیار است. تنها پشم است کو. حالا در ترکیب پشم گوسفند اگر ببینی در اونجا کیک بسیار دیده میشود. انا کیک چه بسیار دیده میشود؟ کیک. یعنی عموما گوسفند پشم گوسفند بسیار زیاد است. انا جلو گوسفند اگر ما دیده باریم در درون پشم گوسفند کیک پیدا میکنه، کیک زندگی میکنه. کیک انا کیک حشرات معده خونک که بسیار کشتن دشوار است در جسم شیرخوارها، پرنده و آدمان زندگی میکنند. کیک خون حیوانات گوناگون مثل گربه، خر، گاو، بقه، سخیر، خیز و غیره را مکیده بعضا انگیزه های یک نمود بیماری های خطرناک را در بین مردم پهن میکنند. اگر به دستت امخیلی چند برای و کنی کیک نمیموند و دیگه کرده میپرد. یک شوره معلم یک چی گپ دارید؟ سوال دوم رو بینید. کیک ما درباره گوسفند بپرسیم. کیک. سوال دوم درباره شتور. شتور درباره شتور و زندگی نامه درباره شتور و اهمیت آن در جمعیت امروزه. فهمیدم. انا شتور معلم شتور پشم کم داره. معلم شتور نیست. شتور هم حیوان است. معلم شتور در بیابان ها زندگی میکنه. شتور بگو که شتور هم در پوست شتور هم پشم دیده میشود. در درون پشم یک اگر ببینی در درون پشم کیک هم دیده می شود. انا کیک حشرات معده خونکی بسیار کشتن دشوار است در جسم شیرخوارها، پرنده ها و آدمان زندگی می کنند. انا کیک خون حیوانات گوناگون به مثل گربه، انا خر، کلموش، انا خیز، بقه، گاو، خر، انا سخیر، سور و غیره را مکیده بعضا انگیزه های یخطور بیماری های خطرناک را در بین مردم، در بین آدمان پهن می کند. یک کلک داری نداری خیلی آدم شدیه؟ اوه برادر همه چه بوده کیک بمیزنی؟ ما درباره چی میپرسیم و تو درباره چی شرم و بیزاده استاد؟ اینجا بیاد. ما من همراه استاد خلاصه آمدیم یک سوالی ایلوبگی. ممپلیکه
بیت شد مسترم خیش کنی درباره ماهی به ما یک معلوماتی آفرین استاد درباره ماهی ترک دست خونت نکن پس ماهی میدونی ماهی چی؟ آه چی ماهی؟ ماهی پاش نداره خیریت انا پس نداره انا خندت خورو خندت خورو که ماهی با آمخته کن چست با نکنم انا من میگم آفرین گپ نزد ماهی درباره ماهی و فایده ماهی در جمعیت کیک در آب زندگی میکنه کیک نه او ماهی در آب زندگی میکنه انا که سر رو کلابش گم کنه ایستاده ماهی در آب زندگی میکنه خیش ماهی معلم نیتری میره ماهی اگر آب بروری که معلم ماهی میمبره محبت را زی ماهی باید آمو که از آبش برون آری بمیره اینجا شایری نکن شایری نکن معلوماتی بیشتر وقتی که ماهی رو میخواه که معلم وقتی که ماهی رو میخواه عدد پیتاس کردن میپرد که لحظانه که رنگی کی رنگی کی انا کی شدی مگه خونه در جسم شیرخوارها و پرنده ها و آدم ها زندگی میکنن کی خون حیوانات گوناگون بماند خیل گربه صغیر مور خر انا در آمده انا یک قطار بیماره های انا خفنگ رو انا در بین مردم پهن میکنن. ببینید اینجا نقش دانشجو را هنرمند شناخته تاجیکستان تشریف اجرا کرده است. ببینید هر کار با شوق و هوس اجرا شود زیبا میگردد. همین طور برآمدها، سخنرانی‌ها و تبریکات رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شباهت زیادی به امتحان سپاری ان همین تشریف دارد. رحمان هم یک موضوع را خوب از خود کرده است به حدی که حتی به استفاده از کاغذ میتواند آن را بیان کند، چون در 7-8 سال آخر آنقدر تکرار کرده است حسابش گم. مهم نیست موضوع سخنرانی یا برآمدش چیست، کش تو کار است یا سطح جنایت، مکتب معارف است یا یگان ساختمان کشور یا نیروگاه راغون. مهم نیست او مردم کشورش را با چه جشن تبریک میکند، به عیدهای رمضان و عید قربان یا عید کدو، به روز پیازکاران یا جشن استقلال کشور. مهم بلندگویک در دستش قرار گیرد و نوار بردار در مقابلش. بعد 4 جمله زود موضوع را به سمت کیکش میبرد. جنگ شهروندی. موضوع کیک رئیس جمهور جنگ شهروندی است. مثل همین روزه برآمدش که مردم کشور را به جشن 29 سالگی استقلالیت کشور تبریک میکرد. همگی 2 جمله را از کاغذ خواند و رفت به سوی موضوع دوست داشته اش، موضوع کیکش. آغاز استقلال و قدم‌های نخستین در راه بنیاد دولت شایب اختیار تاجیکان به دوره بسیار حساس تاریخ خلقمان راست آمد. تاجیکستان تازه استقلال ما با گناه خائنان و دشمنان ملت تاجیک و خواجه های خارجی آنها به ضربه جانکاه تاریخی خود جنگی تحمیلی شهروندی روبرو گردید. در زمانی که ما هنوز رمزهای دولتی شایب اختیار خود را نداشتیم و مردم ما در جاده استقلال و آزادی اولین قدمهای خود را میگذاشتند، خائنان ملت یعنی آنهایی که ایمان خود را فروخته بودند تاجیکستان را به گرداب مخالفت‌های سیاسی و مقاومت مسلحانه گرفتار کردند. دشمنان خائنان ملت تاجیک و بدخواهان دولت تاجیکان می‌خواستند که با زور سلاح با راه ترسانیدن و قتل و کشتار بیرحمانه فرهنگ بیگانه را به سر مردم ما تحمیل کنند و با همین راه در تاجیکستان دولت اسلامی
بنیاد نمایند. متاسفانه تماشابینان گرامی، این همه داستان کیک امام علی رحمان نیست، بلکه تنها مقدمه این داستان هایش است. سپس امام علی رحمان می رود به این بخش که چگونه قهرمان وارد میدان شد و ملت را نجات داد، یعنی درباره خودش حرف می زند. در همین تبریکات امروزش هم بعد به دوش دیگران بار کردن جنایت های صادر نموده خودش میگوید در اجلاس تاریخی 16 شورای عالی که ماه نوامبر سال 1992 در شهر باستانی خوجند برگزار شد، در این جاده و پیش از همه در راه قطع خونریزی نخستین قدم ها گذاشته شدند. ما با میل و اراده خلقمان و اعتماد به آینده نیکی کشورمان تمام کوشش و امکانیت های خود را در نوبت اول به حل مشکلات نهایت سنگین حیات دولت و جامعه سفربر نموده صاحب اختیاری و یک پارچگی دولت را حفظ کردیم. برای آنهایی که تاریخ را نمیدانند یا فراموش کرده‌اند و جوانانی که آن زمان را به خاطر ندارند یا بعد آن تولد شده‌اند، خاطر رسان میکنیم که در اجلاسی که امام علی رحمان میگوید او را به حیث رئیس شورای عالی انتخاب کردند و از همان روز قدرت در دستش قرار گرفت، آن اجلاسی طبق خلاصه اکثر حقوقدانها غیر قانونی برگزار گشته یک کودتایی بود. کودتا که حکومت مراسای ملی را سرنگون و به جایش دست نشانده روسیه و ازبکستان امام علی رحمانوف را منصوب کرد. و این تمام مصیبت تاجیکستان نیست، این تمام مصیبت ملت تاجیک نیست. تا زمان اجلاسی 16 شورای عالی که در خوجند برگزار شد، در جنگ هنوز آغاز نشده شهروندی که با زد و خوردهای گاهی خلاصه میشد، بیش از چند صد نفر بیش نبود هلاک شدگان و آن هم اساساً سلاح به دستان کشته می شدند. بعد اجلاسیه امام علی رحمان، آن وقت امام علی شریپوویچ رحمانوف، با توپ و تانک خارجی ها و به گفته دوستش لوکاشنکو پولمیات در دست وارد دوشنبه شد و به جنگی همگیر شهروندی و قتل عام مردم کشور خودش با سلاح بیگانگان اساس گذاشت. Наконец, никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес входил в столицу Таджикистана, Душанбе, для того, чтобы навести порядок, сколько погибло там людей, как с бородачами боролись. در آن جنگ تا زمانی که برخی از کماندانهای فرانت خلقی به درکش رفتند و شروع به مقاومت به گماشته خواجگان خارجی امام علی رحمانوف کردند، هزارها تاجیک غیور خودشناس با برنامه مخصوص کشته شدند. با برنامه مخصوص. طبق اطلاع منابع آگاه، سبب قتل سنگک سفروف و سلطان چال همین به درک مسئله رسیدنی آنها و مقابلیت نشان دادنشان به تاجیک کشی شده است. اما این مسئله دیگر و بزرگتر است که روزی به آن برمیگردیم. در ادامه داستان کیکش امام علی رحمان به دستاوردهای میپردازد که در 28 سال حکمرانیش کشور به آن نائل شده است. این دستاوردها بیشتر ساختمان راه مکتب و بیمارخانه است که رئیس جمهور با فخر آنها را مثال میزند، اما این طرفش را پنهان می‌دارد که سهم حکومتش در این ساختمان‌ها تقریباً برابر به صفر است. صفر. راه‌ها با پول چین و دیگر قرض دهنده ها و با دست چین ساخته می شوند. مکتب و بیمارخانه ها را مردم با پول خودش می سازند.
سهم حکومت امام علی رحمان در این ساختمان ها با بریدن لنت تمام می شود. ساخته تیار میکنند، این تیار خور می رود، لنت می برد، اوشا خورده گشته می رود. در تبریکات امروزش امام علی رحمان از بنیاد 1600 کارخانه صنعتی لاف زد. از بنیاد 1600 کارخانه صنعتی که دروغ اندر دروغ است. اولا حکومت امام علی رحمان بنیاد یک سیخ پخت تازه کنی را هم چون بنیاد کارخانه صنعتی ثبت آمار میکند. این را نه یگان رسانه مستقل یا مخالف بلکه نشریه رسمی حکومت تاجیکستان جمهوریت افشا کرده است. در تحقیقات نشریه جمهوریت از 20 ایون سال 2019 آمده است در جریان آموزشی وضع و صحبت با راهبران کارخانه ها یک حالت غیر چشم داشت آشکار شد. اکثر کارخانه های استحصالی نه تنها به نام وجود دارند، اگر خواجگی دهقانی یک تجهیزات پخت تازه کنی مثال جینکه نصب کرده، نقطه پخت تازه کنی که حتی طلبات خواجگی خود را قانع کرده نمیتواند شاید هم به گروهی کارخانه های نوی صناعتی داخل کرده می شود. فریبی مردم. در اصل نه کارگاهندان ها نه کارخانه صنعتی، اما در ناظرات انداز این دستگاه ها را زود همچون جمعیتی دارای مسئولیت محدود و یا کوپراتیوی تجارتی به قید میگیرند. فریب را بینید. گذشته از این بیشتری صاحب ملکان از کارخانه صنعتی بودن این نقطه های پخت تازه کنی عموما خبر نداشتند. این را جمهوریت گفته ایستاده است. نشریه دولتی. ببینید رئیس جمهور از بنیاد 1600 کارخانه صنعتی میگوید، اما نمیگوید که هر سال چند عدد از آنها بسته میشوند. برای مثال طبق همان تحقیقات جمهوریت تنها در سال 2018 و تنها در ولایت ختلان 127 کارخانه صنعتی از فعالیت مانده است. 127. اکنون این رقم را به تمام جمهوری و تمام دوران حکمرانی امام علی رحمانوف ضرب زنید یا در گوگل آمار هر ساله کارخانه های بسته شده را پیدا کنید و ببینید که شمار کارخانه های تأسیس یافته بیشترند و یا بسته شده. ما هم حتما این کار را خواهیم کرد. تماشابینان عزیز، اگر یادتان باشد سال 2015 وقتی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در داخل کشور تروریستی و ممنوع اعلان شد، امام علی رحمان ضمن یک سخنرانیش حزب نهضت اسلامی را حتی به عقیبمانی کشور در دوران بعد جنگی نیز گناهکار کرد و اعلان کرد که اکنون پیشروی را تماشا کنید. حالا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را بستند. 5 سال گذشت. 5 سال است که مردم تماشا دارد پیشروی ها را. تماشابابترین این پیشروی ها این است که سطح زندگی در این 2 سال اخیر حداقل 30% پایان رفت. 30%. داستان کیک آن دانشجو از داستان امام علی رحمان فرق دارد. آن دانشجو یک موضوع علمی را از خود کرده و با سندها و دلیل‌های علمی ارائه می‌کرد و کسی عیبی در آن نمی‌یافت. اما امام علی رحمان یک افسانه دروغی بافته است و می‌داند که دروغ می‌گوید و می‌داند که دیگران هم می‌دانند دروغ می‌گوید، اما بدون خجالت و با کمال پررویی نگله این دروغش را در هر سخنرانیش تکرار میکند. افسانه‌ای که شنیدنش هر دفعه بر دل مردم زده است.
اینجا پایانی برنامه امروزی ماست. تا دیدار دیگر در برنامه دیدگاه، یکایک شما را به الله پاک میسپارم. لطفاً پخش تکمه لایک و زنگوله را فراموش نکنید. خیر، با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. با آگاهی مردم شریف تاجیکستان با برابر فرارسی 29مین سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان از فردا 9 سپتامبر شبکه نوین ماهواره‌ای ت+ به کار آغاز می‌کند. برنامه‌ها با زبان‌های تاجیکی و روسی پخش خواهند شد. شما می توانید آن را از ماهواره ایتلسات 7B در موقعیت 7 درجه شرقی بر روی بسامد 11262 گیگاهرتز، سرعت نشانی 27500، قطبش افقی FEC 5.6 تماشا کنید. ماهواره ایتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، بسامد 11262، سرعت نشانی 27500، قطبش FEC 5.6.